به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. اسماعیل سامانی کی بود؟ بینندگان گرامی، تاریخ خزانه اسرار ملت است. آنگونه که تاریخ مصدر هدایت و راهنمایی هاست. هر ملت میباید از تاریخ خود آگاه باشد و از آن تاریخ برای آینده خود استفاده کند. هر ملتی که گذشته خود را و گذشتگان خود را نمیداند، آینده خوب و درخشانی هم ساخته نمیتواند. علامه اقبال لاهوری در اهمیت تاریخ میگوید: چیست تاریخ ایزی خود بیگانه، داستان قصه افسانه، این تو را از خویشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. یعنی خویشتن شناسی و حفظ هویت ملی از این آغاز می‌گردد که ملت گذشتگان خود را، تاریخ خود را شناسد، داند. اسماعیل سامانی کی بود؟ و یا دولت سامانیان چگونه دولتی بود؟ تاریخ نگار معاصر عمادالدین خلیل در کتاب خود حول القیاده و السلطه فی تاریخ الاسلامی در صفحه 55 میگوید: و هكذا لعب السامانيون فيما وراء النهر دورهم في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في أقاليم التركمان الوثنية الشاسعة الممتدة حتى أطراف الصين، في تحويل هذه القرى البدوية التي لا تعرف السلم والاستقرار إلى قوة بشرية مسلمة مثقفة مستقرة مارست دورها على طریق الاسلام. یعنی میگوید سامانیان در ماوراء النهر در پهنسازی اسلام و فرهنگ اسلامی نقش مهمی بازیدند. بیننده گرامی، به این کلمه ها باید دقت کرد. در پهنسازی اسلام و فرهنگ اسلامی، یعنی نخستین دولت تاجیکان وظیفه پهنسازی اسلام و پهنسازی فرهنگ اسلامی داشت. این امانت را، این وظیفه را به دوش خود گرفته بود. میگوید سامانیان در اقلیم‌های وسیع ترکنشین که سرحدشان تا حدود چین رفته میرسید و آنها بتپرست و کوچمنچی بودند و صلح و استقرار نداشتند، آنها میان این اقوام دین اسلام را منتشر نموده. از آنها قوه مسلمان با فرهنگ صاحب استقرار ساختند. این دولت وظیفه دولتداریش را با روش اسلام براه مانده بود. این از حقیقت دولت سامانیان و این وظیفه اساسی که بر دوش داشت. تاریخ نگاری مشهور، اساسگذار علم جامعه شناسی ابن خلدون در تاریخ خود میگوید: و کان اسماعیل خیرا مکرما لاهل العلم و الدین. در جای دیگر او را وصف کرده میگوید: کان اسماعیل عادلا حسن السیرة حلیما. اسماعیل سامانی مرد نکوکار بود. او نسبت اهل علم و اهل دین احترام قائل بود و آنها را خیلی اکرام میکرد. اهل علم و اهل دین را دوست میداشت و اکرام و احترام مینمود. اسماعیل سامانی شاه عادل، نیک رفتار و حلیم و بردبار بود، میگوید ابن خلدون. نظام الملک طوسی نیز در کتاب خود سیرة الملوک و یا همان سیاستنامه به اسماعیل سامانی مدح و ثنا گفته میگوید: و کان من جملة السامانیین امیر یدعى اسماعیل بن احمد الذي كان عادلا جدا وصاحب خصال حميدة منها الاعتقاد الخالص بالله عز وجل والإحسان إلى الفقراء. میگوید از جمله شاهان سلاله سامانیان امیری بود که او را اسماعیل بن احمد میگفتند. او مرد خیلی عادل و صاحب خصلت‌های نیک بود. نظام الملک طوسی اسماعیل سامانی را وصف کرده است. میگوید از جمله خصلت‌های حمیده او اعتقاد خالصش به الله تعالی و احسان به فقیران بود. یعنی ایمانداری اسماعیل سامانی را، دیانت او را، اعتقاد صحیح و خالص و کامل او را نسبت به خداوند عزوجل تحسین و آفرین گفته شده است. آنگونه که فیلسوفان تاریخ و مفسران تاریخ میگویند تاریخ دو پهلو دارد، ظاهر و باطن. ظاهری تاریخ یعنی نقل آن است، نقل قصه و داستانها و جنگ و صلحی که در تاریخ گذشته رخ داده. اما باطن تاریخ تفسیر تاریخ است، جستجوی اسباب و علتهای حوادث است که چرا چنین شد، چرا اسماعیل سامانی مثلا نامی نیک از خود گذاشته رفت، چرا دولت سامانیان چنین دولت
پایدار و نیکنام و نیک سیرت در تاریخ نام گرفتند. شاهان سامانیان چرا به چه سبب چنین از جانب مورخان مدح و ثنا میشوند؟ اسبابش در این است، در این خصلت‌های نیک و ایمانداری و مردم دوستی و عدالت پیشگی که این شاهان عادل داشتند. علل خصوص اسماعیل سامانی که در مدح او مورخان اتفاق کردند. هر مورخی را که شما اگر ببینید از دولت سامانیان قصه کند و ذکر شاهانی این سلاله کند، حتما به امیر اسماعیل سامانی تعریف و تحسین مخصوصی میکند. مثلا از جمله خصلت‌های نیک او بنای مسجدها بود. اون مسجدها را نمیبست، برعکس مسجدها را بیشتر میکشاد، بیشتر بنیاد میکرد. اونگونه که مورخ نامور نرشخی در تاریخ بخارا میارد که این مورخ هم عصر این دولت بوده و بعضی امرای سامانیان را نیز واخورده هم نشینی کرده، میگوید به قلعه بخارا صحرای پیوست بود که آن را دشتک میگفتند و همه آن صحرا جای رویدنی قمیش بود، قمیش زار بود. یعنی اونجا امیر اسماعیل سامانی رحمه الله تعالی میگوید این موضع را، این زمین را از حسن ابن محمد گفتنی شخص خرید با قیمت 10,000 درهم. با قیمت 10,000 درهم این زمین را خرید و وقف برای مسجد جامعه بخارا گذاشت. یعنی اون چی که از این زمین حاصل می روید که در سال اول میگوید آن 10,000 درهم را اسماعیل سامانی از حاصل آن زمین به دست آورد، همه حاصل این زمین را، منفعتی که از زمین می روید از حاصل آن را وقف مسجد جامعه کرد. وقف یعنی آن مالی که به دست می آید، آن درآمدی که از زمین یا از خانه یا از کارخانه به دست می آید، آن را به جهت مخصوص همچون قربت، همچون صدقه دائمی معین کرده گذاشتن است. این را وقف میگویند. یعنی هر سال که آن حاصل به دست می آمد برای مسجد، برای تعمیر مسجد، آبادی مسجد صرف میشد که این را امیر اسماعیل سامانی برای خود وقف گذاشته تا صدقه جاریه دائمی برای خودش باشد. خصلت نیک دیگری اسماعیل سامانی تفقدش از رعیتش بود. یعنی او در قصرهای مرفه خود دور از رعیت نبود که اطرافش چند قبت پاسبان ها باشد و مردمش به او رسیده نتواند، چنین نبود، بلکه اصلا راهبر و پادشاه و امیر می باید با مردمش باشد. آنگونه که نظام الملک در سیاستنامه میگوید بابی دارد فی جلوس الملک للمظالم و تحلی بالخصال الحمیدة. این از وظیفه های راهبر این است که روز معین برای درد و شکایت مردم را شنیدن شیند، روز معین کند تا مردم به او رسیده توانند. میگه لا بد للملك من الجلوس للمظالم یومین فی الاسبوع، حتی وقتش را نیز معین میکند که 2 مرتبه در هفته باید شیند. لاستدلال العدل من المظالم انصاف الرعیة والاستماع الى مطالبها، تا به مظلومان گوش اندازد و درد آنها رسد، تا شکایت رعیت را شنود و اگر ظلمی بالای کسی صورت گرفته باشد ظلم را برطرف کند. در سیرت اسماعیل سامانی میگوید کان من عادت اسماعیل بن احمد ان یرکب وحیدا فی اليوم البارد جدا. چنین عادت نیک داشت اسماعیل سامانی که در روز خیلی سرد، در روز برف، در بعضی روایت دیگر ذکر برف آمده که خیلی اگر سرد میشد برف میبارید، اسبش را سوار میشد و یمضی الی المیدان، به میدان بخارا میرفت، جای معینی که مردم میدانستند که امیر آنجا میآید، و یظل ممتطیا صحوة جواده الی صلاة الظهر، در آنجا از صبح تا نماز ظهر، تا نماز پیشین می نشست. و کان یقول رب متظلم لا سکن له او نفقات یرغب فی المجیء الى القصر فی حاجة له لکنه لا یستطیع الوصول. میگه شاید ظلم دیده، رنج دیده که نه جای دارد یا نه خوردنی دارد، نفقه دارد، خانه دارد، میخواهد به قصر بیاید شکایت کند اما آمده نمیتواند. در این سردی، در این روز برف شاید آمده نمیتواند،
فینثنی عن المجیء و یبقى حیث هو. پس از نیتی آمدنش باز میگردد، یعنی از رفتن و شکایت کردن به امیر دست میکشد و نمی آید. و اگر فرضاً که بیاید فاذا ما جاء فانه یتکبد مشاقا کثیرا، اگر بیاید هم خیلی زحمت میکشد در این راه طولانی، در این سردی. اما اذا ما علم بوقوفنا هنا، اما اگر داند که امیر روز فلانی در میدان است، فسيجيء لا محالة فتقضى له حاجته و یعود بالسلامه، نزد ما آمده، حاجتش را پیشکش میکند که کارش را ما بود میکنیم و به سلامت برمیگردد. یعنی شفقت و دلسوزی و عدالتی امیر اسماعیل سامانی تا اینجا رسیده بود که گرچنده که در کشورش عدل را پایدار کرده بود، اما بازم در قصر نشسته اکتفا نمیکرد. روزی سردی به میدان میرفت تا مردم آمده گله و شکایت خود را رسانند و به درد مردم برسند. زیرا دیندار بود، زیرا از خدا میترسید، زیرا میدونست که روز حساب خدا او را میپرسد که اسماعیل به مردم چی کردی؟ این امانت را که منصب است به تو دادیم چگونه مناسبت کردی؟ با مردمت آیا حق مردم را ادا کردی و یا نکردی؟ امیر و راهبر خادم خلق است، اصلا باید در خدمت خلق باشد و خلق باید بالای او منت نهد که بالای او حق دارد که برای مردم هر نیازی که دارند میباید تامین کند و الا نزد خدا محاسبه شدید می شود. اینجا معلومات دیگری نیز علاوه میکنیم در سیرت اسماعیل سامانی و سیرت این خاندان بزرگ که برای اکثر خوانندگان شاید تعجب آور هم باشد. امام حافظ السمعانی که یکی از بزرگان علم حدیث و روایت است، کتاب مشهوری دارد به نام الانساب. در این کتاب در جلد 7 صفحه 24 و 25 از سامانیان وصف میکند، قصه میکند. میگه المشهور منهم الامیر الماضی العالم العادل الناصح للرعیه ابو ابراهیم اسماعیل بن احمد اسد بن سامان مولى امیر المؤمنین كتب الحديث وقصصه في الغزو والعدل وحرمة أهل العلم وتقويتهم مشهورة معروفة. حافظ سمعانی میگوید از میان سامانیان مشهورشان امیر ماضی بود، لقبی اسماعیل سامانی الامیر الماضی بود. از عائله میگوید سامانیان، از امرای سامانیان امیر مشهورشان امیر ماضی بود، العالم العادل، عالمی عادل، یعنی به عالم بودن وصفش میکند حافظ سمعانی امیر اسماعیل سامانی که عالم بود و عادل بود. الناصح للرعیه، بر رعیتش خیلی ناصح بود. ابو ابراهیم اسماعیل بن احمد. حافظ سمعانی معلومات جالب دیگر علاوه میکند، میگه و والده الامیر احمد بن اسد بن سامان يروي عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ومنصور بن عمار ومروان بن محمد الفزاري. حافظ سمعانی میگه پدری او، یعنی پدری اسماعیل سامانی، یعنی احمد ابن اسد ابن سامان، از سفیان ابن عیینه و از اسماعیل ابن علیه و یزید ابن هارون و ابن عمار و مروان ابن محمد الفزاری. اینها بزرگان اسلام دوستان عزیز در علم حدیث علل خصوص، راویان نامور اسلام که مثلا در شأن سفیان ابن عیینه میگن اگر سفیان ابن عیینه با مالک نمی بود علم از حجاز میرفت. مثلا هر یکی این بزرگان یعنی ستارگان علم حدیثند و نزد کسانی که از علم حدیث آگاهی داشته باشند معروف و مشهورند. یعنی از این راویان برجسته اسلام میگه پدری اسماعیل سامانی احمد بن اسد حدیث روایت میکرد و روى عنه ابنه الامیر اسماعیل، میگه آن احادیث را امیر اسماعیل سامانی از پدرش روایت میکرد. این سلسله پدرش از این بزرگان اسلام حدیث گرفته، شنیده روایت میکرد، به فرزندانش این احادیث را نقل کرد، به فرزندانش، به نبیرگانش و به دیگر مردم نقل میکردن، حدیث ها را روایت میکردن. پس دوستان عزیز، آنگونه که در صفحه های تاریخ میبینیم و از زبان مورخان گوناگون میشنویم، دولت سامانیان
و سلاله سامانیان، این عائله بزرگ، این مردان بزرگوار همه دیندار و دین دوست و بنیادگر مساجد و روایت کننده احادیث بودند. از این خصلت‌های نکو که با خدا دوست بودند و نزدیک بودند به رعیت محبوب شدند و نام نیکی خود در تاریخ گذاشتند و رفتند. مدح و ثنای آنها را مورخ اسلام امام ذهبی، امام ابن کثیر، مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ السمعانی، ابن خلدون و دیگر مورخان همه اتفاق نظر دارند در حسن سیرت این خاندان و در دینداری این خاندان و احترام آنها نسبت به علمای اسلام و فقیهان و محدثان. نه تنها احترام بلکه خودشان نیز در حلقه های حدیث شرکت کرده، حدیث آموختند و حدیث روایت کردند که بعضی خصلت های نیکی دیگر را یا بعضی جانب های دیگری بزرگی خصوصا امیر اسماعیل سامانی را در برنامه های دیگر پیشکش خواهیم کرد. در حفظ و امان خداوند باشید.